یکم سوال همین که شما گفتید آدم هر کاری که میکند به خاطر الله گفتن گویا جایز نبود اگر که درست فهمیده باشم، برای که حتی مثال آوردید که یک آدم گفتیم که امام خطیب مسجد هستند، معاش شما چند سوم است؟ در جواب گفتن که ما این رو از برای الله میکنیم، ما معاش نمیگیریم. همین از برای الله یک کار کردن گفتن جایز است. مثال یک کاری من میکنم، یک کس از من میپرسد که در عوضش چند سوم گرفتی، من میگم نه، من برای من مبلغ لازم نیست، من فی سبیل الله در راه الله همین کار کردم. همین کلمه گفتن جایز است یا نه؟ بله، نگفتن بهتر است. اگر چنده که در راه الله هست نگفتن بهتره. شاید روزای ضرورت میبود. حضرت امام احمد وقتی که پرسیدن که طلب علم برای چی کردی، یعنی ما این طلبی به علم خود امام احمد پرسیدن که برای چی طلب علم کردی، مثلا میپرسید که علم برای چی گرفتی؟ برای شهرت، برای پول کار کردن، برای منصب، برای اساساب دین دنیا جمع کردن؟ نه، من علم به خاطر الله گرفتم. گفتم به جرأت نکردم. گفتن که ما به این جرأت نمیکنیم، به خاطر الله گرفتم نمیگوییم، و به خاطر رفع جهل میگوییم. گفتن به خاطر برداشتن بیسوادی. وقتی که علم که گرفتیم بیسوادی از ما برداشته میشه. یعنی الکی ما هم کس جاهل نمیگوید. علم گرفتید الکی شما جاهل نیستید، شما علم دارید. همین علم به کدام خاطر گفتید؟ به خاطر الله نگفتن، به خاطر رفع جهل، به خاطر برداشتن جاهلیت به این جرأت نمیکنیم. گفتن چون که گفتیم که اگر یک عملی صالح داشته باشم که او خالصا لله باشد، من به همون تکیه میکردم. علما میترسیدن. آدمی پرهیزگار نمیگود من این کارو به خاطر الله کردم، من این کارو به خودنما خود تعریف کنی است. خلاف قرآن است. الله تعالی میگه که فلا تزکوا انفسکم، شما خودتون خود ستایشی، خود تعریفی نکنید، خود سفید کنی نکنید. و در سوره و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. در همین آیت بعضی علما گفتن که با وجود اینکه بعضی آدم ها بندگان اینه که الله تعالی به مردم طعام میدادن، با وجود اینکه محبت به طعام دارن، محبت به پول و مال دارن، به مسکین و یتیم و اسیر میدادن، میگفتن که انما نطعمكم لوجه الله، ما این طعام به خاطر الله میدهیم. یعنی اینجا اومد به خاطر الله میدادیم. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، از شما نه جزا میخواهیم نه شکر میخواهیم. یعنی بر عوضی مثلا بعضی برادر خیر میکنن و میگن که خیر دعا کنید، میگن همین کار لازم نیست. شما الکی معامله با الله تعالی دارید، این قرض به الله تعالی دادید، به این آدم نه. این آدم شاید دعا میکنه، شاید دعاش قبول نمیشه، یا این آدم پول میگیرد و ممکن هر روز دشمن شما میشه. شما به این آدم کار نداره. این آدم مادامی که عین حال سزاواری دادن پول هست میدهید، شما معامله با الله تعالی میکنید. شما قرض الله تعالی صدقه به لفظ قرض گفت، کی به الله تعالی قرض میده؟ شما این قرض به الله تعالی داده اید، فردا با پولش از الله تعالی میگیرید. قرض از کی میگیرید؟ از الله تعالی میگیرید. قرض دادید به الله، از الله میگیرید، با اضافگیش با پرسنتاژ میگیرید، از الله میگیرید. بنابراین به این آدم‌ها شما کار نداره دعا کنید یا پول دادم اقل رحمت نگفت، چند بار زکات دادم یک بار خیر رحمت نمیگفت. و شما از هیچ امیدوار نشوید. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ما از شما نه شکر میخواهیم نه جزا، نه دعای و نه سپاس. بله در اینجا آمده است که ما این کار به خاطر الله کردیم، ولی این به هر حال به اکثر آدم ها تاثیر میکنه. یعنی یک نوع خود ستایشی هست. من این کار برای خدا کردم، برای الله کردم. نگفتنش بهتر است. بگذار برای الله باشد، دعا کنید که در راه الله باشد. علمای پیش گذشته خیر میکردن، کار ثواب میکردن و میترسیدن که قبول نشدن امانت گفتن. اگر چی خالص باشد اما میترسیدن که یکی به خاطر دیگر کس نباشد. اگر 99% به خاطر الله باشد، 1% به خاطر دیگر چی باشد، او شریک است. الکی شریک آوردید، الله تعالی به این شرکت همراه کردید.
99 به الله تعالی داده باشید و 1% به دیگر کس داده باشیم، یک کسی دیگه شریک آورده. الله تعالی میگه من همه به شریکم میتیم، من بهترین شریک. کسی عمل کنه و به من دیگر کسی شریک بیاره، همه به شریکم میدهم. به خلاف شریک های دنیا و حرکت من شریک فریب پول اکثریت چگیرن، الله تعالی خلاف شریک های دنیا میگه من همه به شریکم میدیم، یعنی ثواب نیست. بنابراین نگفتن در کاری خیلی. امید میکنم که فهمیدید.